خیلی وقتها وقتی که در رابطه با بیماری‌های قلبی و عروقی صحبت می‌کنیم، ذهنمون به سمت دارو و جراحی میره. اما واقعیت اینه که استرس، اضطراب، افسردگی و سبک‌های زندگی روزمره ما میتونن هم عامل خطر باشند و هم درمان رو تحت تأثیر قرار بدن. دقیقاً. تحقیقات جدید نشون میده که مدیریت هیجان‌ها، تغییر الگوهای فکری و حتی کیفیت زندگی اجتماعی میتونه روی احتمال عود یا پیشرفت بیماری‌های قلبی اثرگذار باشه. و این یعنی روانشناسی فقط برای ذهن نیست، بلکه مستقیم روی بیماری قلبی اثرگذاره. ما در این وبینار قراره که نقش استرس، اضطراب و سبک‌های مقابله‌ای که در سلامت قلب تأثیرگذار هستند رو با همدیگه بررسی بکنیم. و در کنار ما یک متخصص قلب هم حضور دارن که از زاویه پزشکی به این مسئله نگاه میکنن و با ما در رابطه با چگونگی گره خوردن روان و جسم صحبت میکنن. این وبینار برای اون دسته از عزیزان روانشناس، روانپزشک، پزشک و مشاورین و حتی علاقه‌مندان به مباحث سلامت جسم و روان هستش که بسیاری از نکات کاربردی و علمی رو در این وبینار میتونن آموزش ببینن. از شما دعوت میکنم که در کنار ما باشید.